سلام به چیت جدید خوش اومدین. امروز یه داستان خیلی عجیب براتون دارم که ممکنه شنیدنش برای بعضیا آزاردهنده باشه، پس روی تایتل ویدیو رو بخونید اگر که میتونید گوش کنید، به داستانمون گوش کنید. امروز این قیافه منیه که خسته است برای اینکه بعد از 2 هفته رفتم باشگاه. ببین خیلی خوب تمرین کردم ولی بعدش عجیب خسته شدم. امروز هم میخوایم بریم با حسین خرید کنیم و من نمیخوام خیلی آرایش کنم، موهام نمیخواستم خیلی پفی درست بکنم، برای همین فقط بهش یه اسپری و کرم زدم که وز نکنه، همینجوری رو یه فر کوچولو داشته باشه و صورتم هم میخوام کرمای روزانه و اینا رو بزنم و یه کانسیلر کوچولو و میکاپمون رو اینجوری، یعنی میکاپ روزانه خیلی ساده‌مو میخوام بهتون نشون بدم. پس برو بریم. اول با ویتامین C شروع میکنم. اینو بعضیا روی پد میزنن ولی من دوست دارم با دست مستقیم به صورتم بزنم، هم احساس میکنم جذب بهتری داره، همین که من از پد زدن روی صورت خوشم نمیاد چون احساس میکنم که صورتو پیر میکنه. اینایی هم که میبینید جای پشه های دوبهه که انقدر منو نیش زدن که خدا بگم چیکارشون نکنه. کرم بعدی هم هیالورونیک اسید، خیلی تلفظش برای من سخته. این برای از بین بردن لک‌های صورت خیلی خوبه که اگه یادتون باشه توی یکی از ویدیوها هفته پیش نشون دادم اینجا هم جوش زده بود، الان جوشا رفته، فقط جاش مونده که این به از بین رفتن جاشون خیلی کمک میکنه. بعدی هم بزنم داستان شروع کنیم چون بعدی یه ذره رو صورتم بمونه. این الیزابت آردنا یکی از بی‌نظیرترین چیزایی بود که از سارا سفارش دادم. سرم جوانساز صورته، بعد زدنش خیلی حال میده، یعنی یه روزایی که میخوای به خودت برسی و هر روز بزنی، ولی روزایی که میخوای به خودت برسی یه حس خیلی تقریبا نصف بیشترش هم بین رفت، خیلی اوکیه. انقدر زیاد داره که به گردن و روی سینه‌تون هم میتونید بزنید، برای همین اونی که الان افتاد خیلی مهم نیست. خب آقا داستان ما امروز از جای شروع میشه و میخوام داستان از چند جهت بهتون بگم. جز داستاناییه که از چند جهت میدونمش و خیلی کامل میخوایم بریم ریشه یک داستان رو ببینیم که از کجا شروع شده و چی بوده. داستان از اینجا شروع میشه که 10 سال پیش یه پسر جوون 18 ساله‌ای بوده که توی اصفهان زندگی میکرده و ببخشید یه لحظه توی خانواده نیمه سنتی بوده و پدر این پسر همش بهش میگفته که تو دیگه وقت ازدواجت رسیده، کی ازدواج میکنی بیا بریم برات زن بگیرم، دختر فلانی دختر بیساری. 18 سالش هم بوده، هی میگفته که آقا تو زن بگیری. پسر ماجرای ما اصلا تو این واقعا نبوده، یعنی اصلا به فکر ازدواج نبوده و نمیخواست ازدواج کنه، سنش کم بوده و کلا هم پسر شیطونی بوده. خلاصه اسم پسر داستانمون رو بذاریم حمید زیاد استفاده کردم تو داستانا، اسم بذاریم حمید. این وسط ها با یک خانومی آشنا میشه که از خودش 12 سال بزرگتر بوده و 2 تا بچه هم داشته. وقتی باهاش آشنا میشه خیلی خوشش میاد ازشون، تا اون موقع هر دختری که میدیده کم سن و سال بوده و نمیدونم بچه بوده و اینم از اینکه با یک آدم بزرگتر از خودش و اینکه به هر حال میدونید فکر میکنم که این یه مسئله‌ایه که برای پسر توی یه سنی خیلی جذاب میتونه باشه. خلاص با این شروع میکنه به ارتباط گرفتن و بعد از چند وقت این خانومه میاد بهش میگه که من حاملم و اینم 2 دستی میزنه تو سر خودش و میگه من چیکار کنم چیکار نکنم و خانومه میگه که من میخوام بچه رو نگه دارم و حمید از اون فکر میکنه که از این که خوشش میاد، اینم که الان حامل است میگه بچه رو میخواد نگه داره، پس من برم بابام که انقدر اصرار میکنه زن بگیر برم بگم من میخوام زن بگیرم و میره به باباش میگه که من از یکی خوشم اومده و میخوام ازدواج کنم. باباشم استقبال میکنه و میگه فلان روز دعوتش کن خونه و فلان و اینا معرفیش کن به خانواده و روزی که میاد توی خانواده اسم زن داستان رو میذاریم نیوشا. وقتی که وارد خونه میشه بابای حمید اصلا شوکه میشه، خب فکرشو نمیکرده پسر 18-19 سالش بره با یه خانوم 12 ساله خودش بزرگتر بیاد دیگه. وقتی میفهمه این بچه هم داره
2 تا بچه‌م داره و الانم حامل است که دیگه دیوونه میشه. از اونجایی که خیلی سنتی بوده و دیگه برادراش هم اون شب حضور داشتن و دیگه خانوادگی همه این مسئله رو فهمیده بودن، همه اینجوری بودن که ببین دیگه گندیه که پسرت زده و اینم که میگه بچه رو نمیخواد بندازه، اینا باید با هم ازدواج کنن. باباه متاسفانه همون شب از فشار عصبی که بهش میاد سکته میکنه. حمیدم حالش بد میشه و بابا هم صداش میکنه تو اتاق بیمارستان و بهش میگه که ببین گندیه که گند زدی تو زندگی و آیندت، خودت پاش وایسا، باید این خانمو بگیری، باید باهاش ازدواج کنی. دیگه شرایط این شکلی شده و فقط دیگه نمیتونی خونه بیای و ساپورت منو نداری، یعنی من عاقت میکنم ولی تو به عنوان پسر من باید با این خانم ازدواج بکنی. دیگه خلاصه دل بابای حمیدم میشکنه و حمیدم ازدواج میکنه. ازدواج که میکنه کم کم همه دوستاش بهش میگن که از زنت جدا شو. این نمیفهمیده چرا این آدما اوکی دیگه دوستاش چرا باهاش بد بودن. هی قطع رابطه میکنه با این اون، شهرش رو عوض میکنه و پا میشه از اصفهان میره شیراز. با زنش از اصفهان میره شیراز و اونجا بچه به دنیا میاد. 1-2 سال که میگذره کلا دیگه روابط دوستیش و دایره معاشرتش رو عوض کرده بوده. 1-2 سال که میگذره میبینه همچنان همه بهش میگن که آقا از زنت جدا شو. ای بابا من جمعمو عوض کردم، شهرمو عوض کردم، بچه دارم، چرا این انقدر با زن من مشکل دارن؟ تا اینکه خلاصه به همه چی شک میکنه و برای زنه به پا میذاره و میفهمه که بله خانم ماجرا به حمید خیانت میکنه، نه 1 بار 10 بار، یعنی با آدمای مختلف و اصلا یه چیز عجیبی. بچه‌ای هم که به دنیا میاد اسمشو میذاریم آرمین. آرمین که به دنیا میاد حمید اصلا آرمینو اصلا دوست نداشته، سنش کم بوده، یهو بچه دار شده و تو روی خانوادهش وایساده، به خاطر آرمین مجبور شده با مامان آرمین ازدواج بکنه و این وسط اصلا میلی هم به بچه‌ه نداشته، اصلا داشته دیوونه میشده. خلاصه وقتی با خانومش رو در رو میکنه داستانه، اونم میگه که آره و اصلا من طلاق میخوام و اصلا یعنی بدون اینکه پشیمون بشه تازه میگه که میخوام جداشم و حمیدم از خدا خواسته میگه اوکی اصلا جداشیم، منم میخوام از تو جداشم، این رابطه به درد نمیخوره، تو به من خیانت کردی فلان و اینا اصلا جدا میشن. حمید برمیگرده اصفهان و این وسط تا اینجای قصه رو داشته باشین میخوایم بریم توی یه خانواده دیگه. توی یه خانواده دیگه یه خانومی بوده همسن مامان بزرگای الانم، بلکه هم بزرگتر. 2 تا دختر داشته و این 2 تا دختر یکیشون یه مقدار از لحاظ روانی مشکل داشته به خاطر بیماریایی که توی بچگی گرفته و کلی دارو و عمل جراحی، از لحاظ روانی یکم همیشه به هم ریخته بوده. برای همین مامان این قصه ما خیلی خیلی از دخترش حمایت میکرده. اسمشو میذاریم شیما توی بچگیش بیماریای مختلفی میگیره، جراحی میشه، همش دکتر میرفته و این باعث میشه که اصلا توی روانش و شخصیتش یه سری اختلالا به وجود بیاد و به همین دلیل همیشه کارهای بد و اخلاقای تندش رو همه ازش میگذشتن، گفتم مثلا این بچه شرایط سختی داشته باید رعایتش رو بکنیم و فلان. شیما که بزرگ و بزرگتر میشه خیلی خیلی پرخاشگر میشه و این وسط خواهر بزرگ شیما ازدواج میکنه و از شیما مثلا حدود 15 سالی بزرگتر بوده، ازدواج میکنه، بچه دار میشه. شیما همیشه بچه خواهرش هم اذیت میکرده و کلا آدمی بوده که اصلا همه همیشه باهاش مشکل داشتن، همه به جز مامان خودش باهاش مشکل داشتن و مامانش هم همیشه اینجوری بوده که این بچه کلی سختی کشیده و عجب آدمایی هستین که رعایتشو نمی‌کنین. مثلا همیشه تو دعواهای شیما با خواهرش میگفته بابا این بچه این همه سختی کشیده، تو زندگی سالمی داشتی. خلاصه هیچ وقت اصلا نمیذاشته کسی به شیما چپ نگاه کنه یا بابت کارهای بدی که میکنه مؤاخذش بکنه. شیما بزرگ و بزرگتر میشه، بچه خواهرش هم بزرگ و بزرگتر میشه و اینا اختلاف سنی کمی داشتن با هم، شیما و بچه خواهرش. بزرگ و بزرگتر میشه، انقدری که دیگه بزرگ میشه و بچه خواهرش به زبون میاره که آقا این منو اذیت میکنه، منو میزنه و فلان و اینا. همه میگن نه مشکل از توه، همه که یعنی مامان بزرگه و شیما و مامانم که نمیتونسته چیزی بگه. خلاصه از این ور شیما رو داریم با یه همچین اختلالاتی میگذره و وقتی حمید وارد اصفهان میشه
یه روزی با شیمای ماجرای ما آشنا میشه. با شیما که آشنا میشه یه رابطه عاشقانه رو شروع میکنن و اینم بگم که همیشه مامان بزرگ قصه ما یعنی مامان شیما همیشه به نوش میگفته آره تو کارای بد میکنی، آبروی ما رو تو شهر میبری، با پسرا میری با پسرا میای، خراب بازی در میاری، فلان میکنی. خیلی مؤاخذش میکرده و بعد شیما که با حمید آشنا میشه میره با حمید توی یه خونه زندگی میکنه و مثلا نوش همون یعنی خواهرزاده شیما میاد به مامان بزرگش میگه که من مثلا میرم یه کافی شاپ میام انقدر منو اذیت میکنی، اون وقت شیما رفته با یه پسر دیگه داره تو خونه زندگی میکنه و اینا. مامان بزرگم از خجالت آب میشه و به شیما میگه که اگه میخوای با این پسر باشی بهش بگو بیاد تو رو بگیره و با هم ازدواج کنی. داستان تازه از اینجا شروع میشه. وقتی که شیما به حمید میگه بیا ازدواج کنیم حمید خیلی خوشحال میشه چون به شیما هم گفته بوده شرایط قبل زندگیشو و فکر نمیکرده که اصلا شیما قبول بکنه که با حمید ازدواج بکنه. سری میگه که اوکی با هم ازدواج میکنن و میرن زیر یه سقف با هم زندگی میکنن. زن قبلی حمید ماجرا رو میفهمه، میگه تو بری زن بگیری یه خانواده جدید داشته باشی من وایسم بچه رو بزرگ بکنم. خب حمیدم میگه بابا تو خودت خواستی بچه رو به دنیا بیاری، اصلا گفتی من بچه رو نمیندازم و فلان و اینا. خلاصه که میگه نه بچه رو باید تو نگه داری و میاد بچه رو میده به شیما و حمید. شیما اولش با بچه خیلی خوب بوده، براش کیک درست میکرده، هر روز میبردتش پارک، باهاش خوش رفتاری میکرده تا اینکه کم کم بچه میره رو مخش. چجوری؟ مثلا توی خونه آب میخورده، به بچه گفته بوده که بچه اینجاها 5-6 سالشه، بهش گفته بوده که آرمین وقتی آب میخوری باید لیوانتو بشوری. وقتی لیوانشو نمیشسته باهاش داد و بیداد میکرده، دعوا میکرده، عربده میزده سرش، اذیتش میکرده و این ماجرا انقدر بالا میگیره که وقتی شیما میبینه حمیدم چیزی بهش نمیگه و ازش حمایت میکنه کم کم شروع میکنه آرمینو کتک زدن. آرمینو کتک زدن و نه کتکی که مثلا بهت بگم هلش بده چک بزنه تو صورتش. تعریف میکنن میگن یه بار توی ماشین آرمین نوشیدنی دستش بوده میریزه روی خودش و ماشین، انقدر شیما عصبی میشه که با قفل فرمون میذاره پای چشم بچه. فکر کن اصلا مگه میشه؟ وقتی هم که حمید میفهمه هیچی نمیگه، به آرمینم میگه تقصیر خودت، دست و پا چلفتی بازی در آوردی، هر کی دست و پا جلفتی در بازی در بیاره باید محکوم بشه، باید تنبیه بشه و اینا. خلاصه دیگه شیما میبینه که آقا هر کاری با این بکنه اصلا همین چیزی نمیگه و طرف زنشو میگیره. زمان میگذره و این ضرب و شتما انقدر زیاد میشه که اصلا میشه جزء روتین زندگی این بچه. این بچه وقتی میرفته مدرسه و ظهرا برمیگشته انقدر شیما حوصله‌شو نداشته که بهش گفته ببین من با مغازه سر کوچه صحبت کردم، تو اگر بخوای توی خونه زندگی بکنی و بری کار کنی، وضع مالیشون هم اوکی خیلی خوبه، گفته تو باید مرد بشی، اگر بخوای اینجا بمونی چون نه مامانت میخوادت نه بابات، اگه بخوای اینجا بمونی باید بری کار بکنی. بچه بیچارم چی بگه، به کی پناه ببره؟ به مامانش که اصلا زنگ میزده جواب تلفنشو نمیداد، باباشم که اینطوری بابا بزرگی هم وجود نداشته باشه، از اونورم که فامیلای شیما این شکلی. این بچه تو دنیا هیچ کس رو نداشته و بچه میره سر کار و چند وقت که میگذره درساش افت میکنه. خب تصور کن این میرسیده خونه همون پا میشده میرفته سر کار، شیما شروع میکنه به کتک زدنش که تو برای چی تو درسات افت کردی، مگه تو نمیتونی چند تا کار با هم بکنی، تو عقب افتاده ای، یعنی چی که نمیتونم درس بخونم کارم بکنم و اینا. خلاصه هی میشسته پای گوش حمید، هی به حمید میگفته این بچه خنگه، این بچه چرا اینجوری میکنه، این نمیتونه هیچ کاری بکنه، تنبیهش کن دیگه. از اون ور حمیدم کم کم شروع میکنه آرمینو کتک زدن، یعنی این بچه دو جهت کتک میخوره. از اون ور خواهر شیما که دیگه واقعا میبینه که ای بابا این بچه خودش تمام این مدت حقیقت رو بهش میگفته که شیما انقدر من اذیت میکنه و میفهمه که این کلا آدمیه که ثبات روانی نداره و فلان و اینا. و وقتی که با مادر بزرگ در میون میذاره، مادر بزرگ میگه نه تو ندیدی این بچه خیلی مشکل داره، وگرنه خواهر تو که این کارا رو الکی نمیکنه، بابای خودش وقتی این کارا رو میکنه. خلاصه هر چقدر سعی میکنن که یه جایی رو پیدا بکنن، برن یه شکایتی بکنن، مامان بچه رو پیدا بکنن، از یه طرف بتونن بچه رو نجات بدن، اصلا امکانش نبوده متاسفانه. و سالها میگذره با این بچه همینجوری بزرگ میشه. کم کم که بزرگ میشه اخلاقای عجیبی توش پیدا میشه. مثلا 10-11 سالش که شده بوده یه بار برگشته به شیما گفته که
اگر تو بمیری پولا و ارث و میراثت به کی میرسه؟ شیما هم گفته خب معلومه به مامانم اینا. و بچه یکم آرمین تو صورتش نگاه کرده گفته چرا به من نمیرسه؟ پولای تو حق منه. یعنی میخوام بهت بگم که فکر و ذهن این بچه به چه سمتی داشته میرفته. شیما عصبی میشه میگه دهن تو ببند، اصلا این چه سوالی از من میپرسی؟ یعنی چی؟ تو چرا باید به یه همچین چیزی فکر کنی؟ حمید و صدا میکنه یه فصل دوباره بچه رو شروع میکنم به کتک زدن. این خط لبه رو که همیشه میگم آیسلته، انقدر دوستش دارم خیلی صورتمو تغییر میده، به خاطر اینکه لبو کانتور میکنه، رنگش رنگ کانتوره. این وسط ها دیگه هی بچه ها رو دیگه به هر دلیلی اینا شروع میکردن به کتک زدن. چند سالی دوباره میگذره و شیما تصمیم میگیره که بچه دار بشه و وقتی میگه من میخوام بچه دار شم، خواهرش التماسش میکرده که آقا نه، تو این حمید که یه بچه داره، همین آرمین رو بزرگ کنید، نمیخواد بچه دار بشین، گناه داره، شما توانایی بزرگ کردن بچه رو نداشتید. و همه نگران بودن که دیگه این اگه بچه خودشونم بیارن دیگه با آرمین چی کار میکنن. آرمینم که میفهمه اینطوریه دیگه درس نمیخونده، سر کار همش پرخاشگری میکرده، نمیدونم شروع میکنه رفتاره عجیب از خودش نشون دادن، همش تو فکر بوده، حالش بد میشه و شیما حامله میشه. اینجا آرمین 14 سالشه، شیما حامله میشه و یه روز وقتی که آرمین توی خونه داشته درس میخونده، شیما میره سراغش، همینجوری این ور اون ور رو نگاه میکنه دنبال یه بهونه‌ای که بخواد یه گیری به این بچه دوباره بده. اتاقت چرا کثیفه؟ چرا تختتو مرتب نکردی؟ آخه تو چقدر دیوونه‌ای، تو چقدر مریضی، تو چقدر فلانی. همینجوری شروع میکنه به آرمین چرت و پرت گفتن و آرمینم بلند میشه به سمت شیما حمله کنه. بچه لاغر و نحیفی هم بوده. شیما میگه چی؟ اومدی منو بزنی؟ هلش میده رو زمین، زانوشو میذاره روی گلوی بچه، فشار دادن و انقدری که بچه دیگه داشته کبود میشده. زانوشو برمیداره و چند ساعت بعد جای کبودی زانوش هم توی گلوی بچه مونده بود. شب که حمید میاد خونه، شیما برمیگرده میگه آره من حامله، من بچه تو رو حاملم، فکر کنم آرمین قصد جون منو کرده، میخواست منو بکشه، اومد سمت منو هل داد. حمیدم قاطی نمیکنه، روش شیما 4 تا پیاز داغ هم اضافه میکنه که آره این سنش رفته بالا، هی میاد منو دید میزنه، منو نگاه میکنه فلان. حمید قاطی نمیکنه، دیوونه میشه، یه چوب ور میداره تا حد مرگ آرمینو کتک میزنه و دیگه انقدر میزنتش که شیما میاد میگیرتش، میگه ولش کن آقا، نزنش، باشه تموم شد، غلط کرد، ولش کن. تموم میشه. یکی دو هفته میگذره و حمید برای کارش مجبور میشه که از شهر بره و یکی دو شب از رفتن حمید میگذره و یه شبی که شیما خواب بوده، آرمین با همون چوبی که اون شب حمید کتکش زده بوده میره بالا سر شیما و با چند ضربه زدن توی سرش شیما رو میکشه. زنگ میزنه به باباش، میگه من شیما رو کشتم. باباش میگه چی؟ میگه من شیما رو کشتم، بیا خونه. من اینجای داستان تا چند لحظه نمیتونستم ادامه‌شو گوش کنم، اصلا مونده بودم. حمید برمیگرده، فکر میکنه چرت و پرت میگه، هی میگه گوشیو بده به شیما ببینم، گوشیو چرا چرت و پرت میگه، گوشیو بده فلان. میترسه، برمیگرده میبینه بله کله خونی شیما رو تخته، میبرنش بیمارستان، بچه هم مرده بوده و دیگه زنگ میزنن به پلیس میاد بچه رو میبره و الان آرمین توی اسمشو یادم رفت، توی یه کانونیه که چون زیر 18 سالش بوده باید منتظر این باشن که 18 سالش بشه و حکم قصاصش بیاد. این داستان خیلی خیلی اذیت کننده بود ولی کلی پیام و داستان داشت. اول اینکه برگردیم اگه به عقب، مشکل از پدر بزرگی بوده که به بچه 18 سالش به پدری بوده که به بچه 18 سالش گفته ازدواج کن. یعنی فشار ازدواج و اینکه این آدم اینطوری رفت با یه نفر دیگه ازدواج که مثلا دیگه همچین بچه‌ای رو به وجود آوردن و دوم اینکه
نمیدونم اصلا خیلی خیلی مشکل داره و نمیدونم شما بعد از شنیدن این داستان آرمینو چقدر مقصر میدونید برای این اتفاقات. به نظر من این بچه از بچگی انقدر شکنجه شده که دیگه اصلا راه فراری نداشته و نمیدونم به جنون رسیده بوده اون لحظه. اصلا خیلی داستان عجیبه و خیلی ترسناک بود، خیلی ترسناک بود. و برمیگردیم به اینکه ازدواج غلط و زود بچه دار شدن میتونه باعث چه داستانا و ماجراهایی بشه، میتونه باعث مرگ یا یه انسان دیگه بشه، یک انسان که نه دو تا آدم دیگه. و اینکه آقا اگر کسی تو خانواده مشکلی داره، پرخاشگری میکنه و یه همچین رفتاری رو میبینین، حتما باید بره پیش مشاوره. شاید میتونست شیما درمان بشه اون رفتارهای پرخاشگرانش اگه حمایت همیشگی خانواده‌شو نداشت. اینکه مامانش همیشه بهش بگه اوکی این بچه از بچه که خیلی سختی کشیده کسی چیزی بهش نگه و میرفت دکتر، شاید خیلی داستان متفاوت میشه. شاید شیما درمان میشد و انقدر مشکلات شخصیتی و درونی براش به وجود نمیاد که بخواد اصلا بچه یکی دیگر یه بچه رو انقدر اذیت کنه. و همینطور مشکل اصلی تو این داستان به نظر من حمید بود که به خاطر یه نفر دیگه بچه‌ش رو قربانی این ماجرا کرد و الان دیگه هم بچه‌ش رو از دست داده، هم زنش و خانواده‌ش رو. اصلا خیلی اوضاع قراش میشد. به نظرم تا صبح میشه از این داستان درس گرفت. و اینکه یادتون نره اگر حالا نمیدونم کلی آدم از سنهای مختلف این برنامه رو نگاه میکنن، اگر سنتون زیاده بچه دارین، یادتون باشه که کوچکترین رفتار پرخاشگرانه شما باعث میشه که تو ذهن این بچه هزاران سوال و رفتار به وجود بیاد. پس اگر پرخاشگری میکنین، دعوا میکنین، دعواهای فیزیکی با بچه میکنین، واقعا به این روزا فکر بکنین که این باعث میشه که واقعا یه هیولا از این بچه معصوم ساخته بشه توی ذهنش. و همینه، به نظرم اصلا یک نفر توی این قصه مقصر نبوده و مشکل از همه شخصیت‌های داستانه، حتی شخصیت‌های دور داستان. مثلا اون پدر بزرگی که پسرش رو رها میکنه به خاطر اینکه حالا با یک زنی که 2 بچه داشته داره ازدواج میکنه، چرا باید بچه تو رها کنی؟ خب شاید تو اگر بچه تو رها نمی‌کردی این آرمین قصه ما یه نفری رو داشت که بخواد بره سراغش و بگه که من از این شرایط نجات بده. همین به نظر من همه شخصیت‌های دور و نزدیک توی این قصه مقصرن و امیدوارم که هر کسی که داره این ویدیو رو میبینه اصلا از این مشکلات رو تجربه نکنه، چون خیلی خیلی عمیق بود و یکی از داستانایی بود که اصلا من از شنیدنش و گفتنش اعصابم خورد بود همش. همین، تا یک چیت چت دیگه دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. فعلا خداحافظ.